ولی فردوسی عجیب گفت بیناهای آباد گردن خراب. این بیناها، این قصرهای شما روزی از بین میراد، خراب میشوند. از اون برف و باران این قصرهای شما روزی از بین خواهند رفت، هر قدر عمر طولانی هم باشن. ولی گفت پس پیافکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابند گزند. یعنی این دانش است، این اندیشه است، این فکر سالم است که با فراز تاریخ نه باد نه باران نه شمال اون از بین نمیبرد. این منمنی های شما، این کبر شما، این غرور شما میرود، ولی علم، دانش و اونهایی که با این علم و دانش مسلط بودن میمونن. چون 90 و چند درصد آدمانی سیاره رفتن، کسی از خبشون نگفت که اونها کی بودند و چی بودند. آمدند و خوردند و مثل یک چارپا رفتند. ولی اونهای باقی موندن، اونهای سرفراز موندن، اونهای بعد دوران تاریخ براشون رحمت گفته شد که انسانوار زندگی کردن، و اونهایی هم که همیشه براشون لعنت گفته میشد تا امروز براشون لعنت فرستاده میشد، شبیه یک حیوانات زنده کردن.